تصاویر تازه غزال عنایت توسط رجا آرایش نشر شد و جنگ این دو هنرمند. اما چرا؟ رجا آرایش چی مشکل با غزال عنایت دارد؟ غزال عنایت در کدام کشور زندگی می کند؟ و جواب جنجالی و بدور از تصور غزال عنایت برای رجا آرایش. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت یکی از هنرمندان خوش صدای افغانستان، صدا و سیمای غزال عنایت بیشتر از 10 سال می شود که برای مردم افغانستان جاودان بوده است. غزال عنایت کارهای هنری بیشماری قبل از رفتنش به کشور کانادا برای مردم و ملت افغانستان انجام داد. غزال یکی از شاگردان با استعداد استاد نظیر خارامی باشد و علاقه فراوانی به سرودن آهنگهای پشتو دارد. در یک خانواده با علم و دانش دیده به جهان گشود. مادر و پدرش از جمله موفق‌ترین ژورنالیستان افغانستان بوده است. غزال عنایت بعد از رفتنش به کشور کانادا از همسرش رجا آرایش جدا شد و اکنون با یک فرزندش و خانواده‌اش در کشور کانادا زندگی می کند، ولی گاهی به خاطر کارهای هنریش به کشورهای آسیایی سفر داشته است. چندی می شود رجا آرایش همسر غزال عنایت به کشور استرالیا رفته است و در تازه ترین برنامه‌اش شکایتی از غزال عنایت کرده است و وی را بی‌وفا خطاب کرده. و این روزها تصاویر تازه غزال عنایت در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا توسط رجا آرایش نشر شده، ولی غزال عنایت تاکنون ابراز نظر در این باره نکرده است. وی بارها بیان کرده است زندگی گذشته من گذشت و من می خواهم زندگی آینده خود را رویایی بسازم. غزال عنایت برای عید سعید فطر در جریان آماده سازی آهنگ‌های جدیدش می باشد. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله زال تمنا دارم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو این کانال نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله زال تمنا دارم. تا درود دیگر، بدرود.